اینجا دژی است متعلق به دوره سلجوقیان، جایی میان جنگل‌های انبوه فومن روی ارتفاعات. این دژ از معدود قلعه‌هایی که در میان جنگل و در نزدیکی روستایی به نام رودخان قرار گرفته، با 65 برج و بارو و دیواری به طول 1500 متر. در نزدیکی قلعه رودخانه‌ای به همین نام وجود داره که در گذشته مانعی طبیعی برای حرکت سربازان دشمن به حساب می اومده. این دژ به خاطر مجاورت با این رود به قلعه رودگان یا رودخان معروف شده. جنگل انبوه و قدیمی هم مانع دیگری برای حرکت مردان جنگی بوده. به همین خاطر این دژ در دوران آبادانی کمتر مورد حمله متجاوزین قرار می گرفته. قلعه رودخان از دو بخش ارگ به عنوان محل زندگی حاکم و قورخانه به عنوان محل فعالیت‌های نظامی تشکیل شده بود. ارگ در قسمت غربی این بنا در دو طبقه واقع شده و جنس اون از آجره. مهمترین سازه بخش غربی شاهنشینه و محل استقرار حکمران بوده. 40 برج دیدبانی دور تا دور قلعه را احاطه کرده که اتاقهای 8 ضلعی اون با طاقهای گنبدی پوشانده شده. از روستای قلعه رودخان تا خود دژ طبیعت بسیار زیبا و چشم نوازه. در مسیر صعود به قلعه رودخان درختانی با قدمت زیاد وجود داره که نور از لابلای شاخه‌های اونها به پایین میریزه. شما در تمام فصول سال میتونید از قلعه رودخان بازدید کنید. قلعه رودخان جاده زیبایی داره که تمامش آسفالت شده. از مرکز شهر فومن تا پارکینگ قلعه رودخان 20 کیلومتر فاصله است. رفت و آمد با وسیله نقلیه تا فاصله 1.5 کیلومتری قلعه رودخان امکان پذیره. شما میتونید اتومبیل خودتون رو در پارکینگ بذارید و همراه با وسایل کمی پیاده روی رو آغاز کنید.